معرفی شمی غلام مام جعفر. وقتی جواب مزه نینداز پسر، محاکمه است این شوخی بردر که نیست، لات پدر سوخته خبردار بایست. ای بمیشم هرچی شما گدریست، تابع من مثل شمی خود نویست. فامیلی من چنه، معروف به چه؟ به مام جعفر چوسنفر. اسم پدر مامدلی بود بمرده، می عروسی ناجب بگور ببرده. خدا بیامرز حتو بود مثل کو، میرزا مرد جوانی جنگل دو بود. چهارشانه دور از شما کلتاست، نداری میانی خوش لباس. دورین برین شو نکدی هین دره، هیچ کس سر نمی نهی خود سره. هنوز نامش را به خوبی میبرند، شمی تنه طاقت دشتی بلند. یه قوچقی ورزکولا را میماند، انقذ شخ بود آدم میترکند. دار کلفتی گردنش بود که مرد، سنگ منستم بدنش که بود که مرد. جهیبت اون همه را میوچکفت، مشت بزبی مسجدشین میدرسفت. جوان برزنگی مثال شیر بود، حریف نداشته جا برم فقیر بود. مادر من با همه سر بجیری، خایند اون شد سر کشتگیری. کی گرسی با اون بره جان به جان، جو اون همه میدان و کشتگیران. لغمه کدی طرف پلا منستن میفچلست، لیست چوخا منستن. هرسکی میخورد پاچه کرش میپرکست، مثل پلنگ آدمم میفترکست. دختر امره خوش نبود هیزره، گفتی پسر پشت پدر مادره. پیری اما پسر نریم بغایده، تازه پسر دارم ببین چه فایده. من پسرم دی چه کودن دارم پس، دنیا امی سر تا با ما بگرده. مادر من را شده بود بی وقتی، شکم اتاری پسره بسختی. دعا نویسان همه جگارا، جیره میره تا بگونه دعا را. چلتس امره آب میریخت خود سره، نظر میکرد عاشورا چل منبره. سبز میدوست منبرن زانویه، گوله میزش خود کمر پهلویه. 5 دانه دختر ماری و مدینه، نفقتون و کسخانوم و سکینه. کوت موته همه بلشت لشه، بین سیاچای دمرد گشه. بابای مرا در آورد، خانه خراب همه را دختر آورد. تا مرا داد خدا به اون بیچاره، مرده اون سختر استخاره. سرش بجور بود که پسر بودم من، نزنزی اولاد پدر بودم من. میخواست مرا اوتیه کند مدرسه، اما بیده قوت خوبخان رسه. دیهات ما مدرسه اون وقت نداشت، خواست مرا دکان بنه میمار نذاشت. گفتی دکان زاکر خراب کند، افا کشیتی جان آبا کند. من بودم و کوچه سران زواله، سوار اسب و چوب کرده حاله. دست اسینم را فینیزیک و جسته، لاغر دست رگ من بجسته. تمش میکرد تا تن ما را جیجا، که بس که پابرنده کدیم خاک جا. تا که مرا برخوره سیل سینه، لاغریم از خود زماتشینه. پدر ارا اسیر بود مادر او را، خر بیارو باغلا بارکن حالا. گوشواره مادر من رفت گرو، کروج ما خالی شد از اسب جو. هر روز پدر ایچی را بازار می برد، تا بیافت یک چیز را پول خورد. اردیکن پایم بس به زحمت، بازار مجانم می فروخت به منت. دولتی سر دواخانه چی، اسب را فروخت گاب را فروخت خوشکشی. خدا که انصاف نده دکترانه، موتور کرایه او چه بود اوشانه. می علاجه هیچ حکیم نتانه، خود از مری تا به علم بمانه. مادر من پاک شده بود نیمه جان، پیرده نگو هین میانه نیمه جان. مردی مری علان دوست نداشتن، یاد شما خربز و پسکلشتن. خدا بیامرز شمی اموته، به هیچ تا دنیا نمیداد دیهاته. مادر من دیهات به صرفش نبود، پدر ولی پاپه یه حرفش نبود. میگفت دیهات را نگیریم سرسری، وا بدیم اینجا را بریم کنوری. وقتی دیهات بنجاق برزیگره، شور چرا وستی بجارش بره. بخوره بخوز که نمیشه زندگی، آخر تنبلی شرمندگی. خدا بیامرز گوان طلا بود، قیمتی بود، همتای کیمیا بود. 6 تا گمیش از زور داشت وقت کار، خودش پیاده اون نام بود سوار. از سر صبح تا بوغ سک دب میزد، جفت که میزد تک میآورد بخت بد. سبزی میکشت، همسادن گاب میخورد، قپه کاهوی اونم رب میخورد. کلاش میآمد با گدن باغ اون همه را میکرد سیانم سرنگون. پاپروسپاغم میپیر خونه و سخت، اون سال باران میآمد همه سخت. کافیش موش قاتل باغش بودن، سالان سال موی دماغش بودن.
اون چی میمان 2-1 ارباب میبرد، الباقی هم معلومه مهمان میخورد. مهمان کی بود؟ دیهات سرفت فقیر، کولی زنای، دیوانه، سایل، فقیر، رادوار و راگذر و دشتبان، پردخان و معرفیگیر، پهلوان، سوزنزن و معمور و جنگلبانی، سجل فقیر، امرنویس، تیرانی. علفن همیشه بود به دیکار، ظاهر نمیشد سر جمعه بازار. امنیه می آمد تفنگش بدوش، انتیریک حاجن نسی فروش. پاش فلاکت پدرم خل کدی، هیچی خلاصه نچاری سل کدی. چی درد سر با همه رنج ذلت کله به کله می آورد به زحمت. خو امره برد مشهد ناجا بگیر، قسمت نشتی انقدر صدق دید. لحاف خود سر می وفیق، صبح زود فلنگ بغ می در پره، بد نبود. الان اون سایه امی سرکی نیست، کار میمار روز شبان خودخوری. خدا نند هیچ خانه بی بزرگتر، سر آدم میشد بزین که گرسه. پیجدن انگوشت اصل وسینی، ما را بزن بک بگودی میبینی. هیچ کسا منظور نی خوبی تو، حرمت خانه جمیان دی بشو. شما را بد نیاد مرا بد نگید، شما را بد نیاد مرا بد نگید. شما هم اونه کچل انگوشت نبید، شما هم اونه کچل انگوشت نبید. جریان مردنش خفه خون بگیر، کلمو بردی برو گم شو بمیر. بی خود که نیت شست نفته اسم تو، بستی دیگه حاشیه اینقدر نرو. بی خود برام صغرا و کبرا نبا، خندم نکن راست پیش من بایسته. صاف خنده چی هست؟ من گاز پشتی دارم، من آخه کی پیره بکشتی دارم؟ هرچی خواهم گاز مرا بمندم، ترا خیال میرسه که میخندم. آقای باسپورس به من و تی شرف این گاز وستی کار من پیش نرفت. خوب دیگه زیر نزن، نشونیت کجاست؟ قسم بخور دور نشی از حرف راست. نشانی فلاخانه پوش خوشنشین، کرای خونه میدی با چی؟ هشیم؟ یکی اتاق 170 تومن، 9 نفریم هم به صحاب درون. من اون میزن 6 تا میزای با مادر، چاره چی هست؟ همه خوشیم سر بسر. گلاب بروی شما مسترامان، روبار آبت گذر و روبارتن. وقتی که رد میشوید از آبتک، کلتنه ور میداره بوی سک. نخوردنی کرده ما را شرطخاش، آوردی محمدانه جکاش. وقتی جگربند وسیدید بخاب، اسفرز گاب را میدونیم سیخ کباب. مذهب تو شیعه اثنا عشر، شیعه مگه شب میره دوزی پسر؟ شغل چیه؟ فعالی بی مزدمه. شما را باور ای من دوزدمه؟ دوز اونه که گیران فروختن داره، کارگر مردی سختن داره. دوز اونه که کارخانه داره بسته، قانونی خو اسب سواره بسته. دوز اونه که خانه داره 10 جگه در یکنر دیحت من شهر جا. دوز اونه که مسلمی ابجی ابرو لنگ بلنگی اون ترازو. جگا ده خانه جا خوردنی بار، افوس کریم مردم کوچه بازار. دوز اونه که خون مطب گوشه جا پول کره پارو داره بی سرسده. شربت سینه چگونه آلوی، سلات صرفه چگونه کاهوی. دوز اونه که وکیل پولدارانه، اشخالف سفره کفتارانه. دوز اونه که سربار زحمت کشه، نقشه پولدار شدن میکشه. دوز اونه که عاشق ها امروی، مقام وسیع بله قربانگوی. دوز اونه که خلق به بازی گیره، انگار نه انگار که دو فردا میره. ایشان کره یک شی وسیع خون کنن، ایشان کره خلاف قانون کنن، ایشان کره نارضا تشتن دارید، ایشان کره رسوایی کشتن دارید. باز این امین نام امیان یلقیه، مثال اون شوشتری و برقیه. یادش بخیر پدر مثال می آورد، یادش بخیر پدر مثال می آورد، گاگلفی آدم حال می آورد. می گفت ایتا روز که هوا خوشی بود، آدم کشی دولت سگ کشی بود. ای دست چانکش همه سنگین بار، اهل امی ماتک جمعه بازار. راد کفن رشت بازار باشتاق، فروش بدن بارشانه با حساب. برمخیار هندوان خربزه، فیته فیته ترشی سیب بامزه، پاموزور و بادمجان و اشتلو. خلاصه هر چی اوشن جنبه بو، ان پس و اون پیش همگی پا به پا، چک چک چنچو اموی جاده را. عینه که سامان حلفان رسیدن، یک نفر اون سر جادی دیدن. اون نفر از رش می آمد پا می گفت خدا شما را بده قوت بگو. حتو کی بود چنچو سر شانشان، پرسیدن از اون ردوار چند کشن. رش چی خبر؟ گفت همه دست بکیرن، جاکشن رش داره میگیرن. یکی گفت برادم بگردیم دیوار دلی عجیم بمردیم. وقتی به خانه رسیدن چانکشن، عیالشان پرسجو کرد از اوشان چی واسه بار شما را آوردید؟ به طور مشتری مگر نخوردید؟ راویگ چانکش خود زناکه بگفت یه تو نوازین امر حرف مفت.
جاکشان رشکره گفتن دارید. خب به شما چی؟ شما که چند کشید؟ زنا که تعجب گیره گه باتشه چند کش گبدن و بگه نسلشه چند کش و جاکش کش جاکش داری ظاهر دینی هر دوتا هم کش داری اجور که شهر بی کلوش وروره سک و صحابه نشنسه هیزده فرق عکش با او کش تا بگیم دینی بوسته امیت یبلن یتیم حالا من بیچاره نقل ریز می یقه چلک مره دوست که پولیس یاد مرا گرفته بود سردتب اون جمعه شب نه اویدن جمعه شب تا که وگر مدش میرفت چوم من دو خد مرا مادر من پیرزن چه از چی نیست زاکه تو اول نری چطور خوزی وقتی تیزای حل نری بچه میشیم ویشتهی مردن دو می ضعیفه خونه خوردن دو ناچری من بیرون زدم جخانه دروغ نگم مسئله تا دیوانه او شندر کوچن پاتوک کناره نیمه سیگار بطوک ماشینانم خیابان فرفر هیچ ولی شب نوری مسافر من بودم و می دوتا گوش تنهایی تا تو ببی دیهاد جا شهر نهی انم بگم تا مرا یاد نشوپد چند شب پیش خانه چند پیلکس دوست گویا چند تا غالی تخته برده معمولانم هموارانم میگرده یکو دیدم پلیس مرا دب دگرد منم مرا بی خودی جمجم اصد تو نگو شب دوزدن و دنبال دادید میمانستان آدمان کار ندید من بودم و اوشم بودم نصف شب یهودی تفه حتی تا آبل من که دوستیم اوشن شکل کف میدست امرا میپای شر بسر جان شما نگم به مرگ انوش به جد حاجی شکم برفروش یتیمی پیلا کنی زاک مرا پیسا دنم و زناک مرا رفته بودم که بقرم پیچانک پلیس مرا آورد تو این خوردنک جان شما اشتفایی گرفتن مرا به جرم گدایی گرفتن دیوار کی را با شکستم آخر دوزی چه هست دیوانه بستم مگر دوز دو دغل فت فراوانی دی مام جعفرم گوشی زندانی دی مسلمانیم خوب چیه من خرچ کشم مرا سر دی تیمی کار بشم